درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به یه جلسه دیگه از کلاس‌های آموزشی بنده. من بهنام سوری از مدرسین موسیقی هستم. خب بریم سراغ درس امروز که مبحث آکورد شناسی است که توضیحاتش رو بهتون خواهم داد. ولی اگر تا الان موفق نشدین ویدیوهای قبلی رو ببینید، حتما برید پست‌های آموزشی گذشته رو ببینید و بعد برگردیم بیاین اینجا. اولین چیزی که توی این مبحث باید بدونیم اینه که آکورد یعنی چی. از نواختن چند نوت کنار یکدیگر طبق یک شرایط خاص برای رسیدن به یه صدای زیباتر یا هارمونی بیشتر. شرایط خاصش که میشه قاعده ساختاری آکوردها که بهتون توی این هفته ویدیو میگیرم و براتون قاعده ساختار آکوردها رو بهتون میگم. خب حالا بریم سراغ این که آکوردها به دو دسته اصلی مینور و ماژور تقسیم میشن. ما امروز میخوایم مبحثمون در واقع آکوردهای مینور رو باز بکنیم و مستقیم بریم سراغ نواختن سه تا آکورد مینور در سه تا فرت اول. اولین آکورد ما هست آکورد لا مینور که تشکیل شده از نوت‌های لا و دو و می. انگشت یک فرت یک سیم دوم، انگشت دوم فرت دوم سیم 4 و انگشت سوم فرت دوم سیم سوم. بچه‌ها یادتون باشه شست از پشت مقابل انگشت دو و کف دست به هیچ عنوان زیر تیغه گیتار نمیچسبه و نوک انگشت در واقع به این شکل سیما رو میگیره. زیر انگشتتون هم نباید گیر بکنه به سیمای پایینی و از سیم پنجم میزنیم آکورد لا مینور رو با فرمانت یا هم آرپیج ساده. این صدای مطلوب لا مینوره. آکورد بعدیمون ر مینوره که هست ر فا لا، فرت یک انگشت یک سیم یک فرت دوم انگشت دوم سیم سوم و فرت سوم انگشت سوم سیم دوم. از فرت در واقع از سیم چهارم نواخته میشه. این هم صدای مطلوب ر مینور. آکورد بعدی می مینور، انگشت دوم فرت دوم سیم 5 و انگشت سوم سیم در واقع چهارم فرت دوم از سیم ششم هم میزنیم. حالا یه تمرین خوب بزنید بچه‌ها. همین سه تا آکورد مینور رو از لا مینور یک دو ر مینور و بعد هم